خب عزیزم، اینم قبر کوروش. ای کوروش کبیر بزرگ، آسوده بخواب که ما بیداریم. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. السلام علیک یا کوروش کبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. یک دارین چی کار میکنین؟ حاجی آقا، اینو بچه 5 سالم میدونی چیکار میکنیم؟ داریم فاتحه میخوانیم سر قبر کوروش کبیر. چی میگی؟ ولی بلوکش اشتباه اومدی. قبر کوروش اینجا نیست، این قبر خالیه، قبر هیکل مادر سلیمانه. اولین بار جیمز موریه مستشرق انگلیسی گفت اینجا قبر کوروشه، حدود 200 سال پیش، در صورتی که حدود 2000 سال هم میدونن که اینجا معبد مادر سلیمانه. کوروش چه دینی داشت؟ زرتشتی. خب اصلا زرتشتی‌ها که مرده هاشون رو دفن نمی‌کنن، تو دخمه ها میذارن یا رو کوها که کرکس‌ها و حیوونا بخورن. خب شما اینجا چیکار میکنی؟ من اومدم دیدن آثار باستانی ایران. پس جنازه کوروش کجاست؟ آره کجاست حاجی آقا؟ جنازه‌شو که نمیدونم، احتمالاً حیوونا خوردن، ولی روحش همین دور و براست احتمالاً. اینجا دیگر کجاست ما آمده ایم؟ درود بر پدر ما و پدر ایران. ساکت شوی بی پدر. در جامعه طبقاتی ایران باستان چون مایی کجا و جمعیت رعیتی چون شما کجا؟ در ضمن ما بت پرستیم. آن فاتحه‌ای که خواندی برسد به روح امواتت، مخصوصا امت. درست است که ما شاه هستیم و احترام ما واجب، اما شما دیگر چرا دارید ما را میپرستید؟ چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ به خاطر کارهایی که شما کردید، مثلا این تخت جمشیدی که ساختید. بله. تخت جمشید را که ما نساختیم. پس کی ساخته؟ این خونه رو کی ساخته؟ من ساخته. داریوش ساخته. درست است. شما طرفدار زنید، ما هم مثل شما طرفدار زن، زندگی و آزادی هستیم. ساکت شو ای روسپی. من روسی نیستم. روسی نه، روسپی. ای مرد، این چه وضعی است که همسرت را بیرون آورده ای؟ در زمان ما زنها حتی باید از برادران و پدران خود روی می گرفتند. شما موبدان آزادی زیادی به زنها داده اید. ولی زمان شما لااقل به زنها خیلی اهمیت میدادن، به زنهاتون وفادار بودید. این مهملات دیگر چیست؟ ما خودمان 3 زن گرفتیم که یکیش خاله من بود. ای بی‌ناموس. بعد از آن در مورد ارزش زندگی شما فکر کرده اید این همه کشوری که ما فتح کرده ایم همه با سلام و درود به استقبال ما آمدند و از خود دفاعی نکردند و خونی از دماغ کسی ریخته نشده است؟ ما چندین قوم را به کلی از نقشه روزگار محو کردیم، مانند قوم اوپیس. این که از حقوق زنان در ایران باستان. حالا حقوق زنان هیچ. شما برای آزادی انسانها ارزش قائل بودید و جلوی بردهداری را گرفتید و حامی حقوق حیوانات بودید و مثل اینها همه چیز را منقرض نکردید، حتی یوز. پوفیوز. در ایران قدیم کشتن یوزپلنگ و مور کار ثوابی بود که ما نیز به آن مشغول بودیم. در مورد بردهداری هم که همین بغل تخت جمشید بازار برده فروشی بود و قیمت فروش یک زن با یک برده برابر 6 الاغ و 80 گوسفند بود. اینجوری که کلاً زن زندگی به خاک رفت. آزادی عقاید که واقعیه. آن نیز کیک است. کیکه یا واقعی؟ وای اشتباه گفتم. اگر ما میدانستیم این یهودیان چند سال بعد نسل کشی ایرانیان را و جشن پوریم را به راه میاندازند، هرگز آن کار را نمی کردیم. ای نور تو اون قبرت، قبرم که نداری، ای نور تو اون روحه. الان این کودک کشی اسرائیلیا که راه افتاده نتیجه آزادی یهودیانه که ایشون آزادشون کرده. حتی شیمون پرز رئیس جمهور اسبق اسرائیل گفته بود اولین صهیونیست جهان کوروش است. این نتانیاهو هم رفته عکس ایشون رو و عکس ترامپ با هم سکه زده. این صفاتی که شما به ما نسبت دادید و در ذهن خود برای ما ساختید اکنون فقط شایسته یک نفر است و آن رهبر فعلی ایران است.
تا درودی دیگر بدرود. السلام علیک یا کوروش کبیر. خب صدات عوض نکنید دوباره باید سه خانم رو بکنید سه مردم گفت. بخوان فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. داری برای کی فاتحه میخونین؟ جواب نمیدی چقا. اینجا دیگر کجاست ما آمده ایم؟ درود بر پدر ما و پدر ایران. و جلوی بردگی را گرفتید و شما برای آزادی انسان ها ارزش قائل بودید و جلوی بردگی را گرفتید و برای حیوانات جلوی بردگی نه، جلوی بردهداری. حقوق حیوانات بودید. سخته. حامیه. و حامی حقوق حیوانات بودید و مثل ایشان و مثل ایشان حقوق یوز را منقرض نکردید و حامی حقوق حیوانات بودین و مثل اینها نسل یوز را منقرض ننمودید. درست از کوروش؟ و حامی حقوق حیوانات بودید و مثل اینها ننمودید منقرض یوز را و مثل اینها همه چیزا منقرض نکردید مثل یوز و مثل اینها منقرض نکردید نسل یوز. حامی حقوق حیوانات بودید و همه چیز را منقرض ننمودید مثل اینها یوز. ما خودمان 3 زن گرفتیم که یکیش خاله من بود. ای بیناموس. توف برود. خب عقاید زندگی که واقعیه. آزادی عقاید که شما که مردی هستید عوض کردی چی زن بود. شما آزادی عقاید که واقعیه. درودی دیگر بدرود.